چطور اومدم با یک طرز آموزش ساخت موشک. خب یک دونه بلاک اینجا، یک دونه اینجا، یک دونه هم اینجا، یک دونه هم اینجا. خب حالا بلاک های اسلایم این شکل، اون بلاک هایی که میخواین میتونین دلخواه کنین. آقا سریع هر موقع ما شد ویدیو بذارم شل دستم. آقا تو رو خدا بیا. این شکلی میذاریم. ناموسا اونایی که با کیبورد بازی میکنن سریعتر نیستن. خب حالا یک دونه ابزرور میذاریم این پایین. نه اینجا نه اینجا نه ای بابا من شل دستم آقا. ای خدا ولی یعنی مغز برادر خیلی بد است. یک دقیقه شد. یه بیستون میذاریم. دوتا اسلایم بالا. خب دوتا اسلایم بالا. بعد این پایین یک دونه پیستون اینجا. نماشه اشتباه. درسته. یک دونه پیستون اینجا باید این شکلی باشه. خب باید دیگه اینجا، باید دیگه ای بابا اشتباه اینجا. خب حالا میایم ابزرور نکن درست انجام بده. اینجا خیلی اساس این شکلی باشه. نکن این شکلی. خب و یکی دیگه میایم ابزرور همین شکلی دور تا دور پیستونی که اشتباه گفتم بچه‌ها ببخشید دوباره درست کنم. چون برعکس گفتم. حالا ابزرور رو میایم این شکلی اینجا چراغش به این سمت باشه. هر 4 طرفش رو میذاریم. بعد 4 طرف کشتیم. حالا میایم این پیستونا رو این شکلی میذاریم دفع اسلایم. البته با پیستونایی که تنشون اسلایمه من میگم پیستون اسلایم. حالا اسم درست رو جای کامنت ها بچه سعی کن ای میشه بریم بگیم. و این اولین ویدیوی منه. خب حالا موشک ما درست شد. حالا من از همون دوتا بلاک دلخواهمون دوتا این بالا میذاریم و تمام. بفرمایید موشک. حالا اینو میزنیم و بفرمایید موشک. بفرمایید موشک. مرسی. لازم بایستید. خب بچه از همون جایی که میبینید تنم رکابیه. خب آقا اگه آموزش های دیگه یا ماینکرافت هم میخواید داخل کامنت ها بهم بگید. خداحافظ.